ده او روزیا یحیای تعمید دهنده ظهور کرد. او ده بیاون یهودیه موعظه میکرد و میگوت توبه بکید سیک پادشاهی آسمان نزیکه. یحیی هیو کسیه که اشعیای نبی دبارش میگوت دنگ وقت ده بیاو میقارنه را خداوندن آماده بکید مسیریا اون هموار بسازید. یحیی جومه ده پشم شتر ده ورداشت و قیونی چرمی و کمر میبست و خوراکش قله و عسل صحرایی بی. گرد مردمان اورشلیم، گرد ولات یهودیه و تمامی نواحی اطراف رود اردن و تی او می رتن و به گنایا خوش و اعتراف می کردن و در رود اردن در دست او تعمید می گرفتن. اما وقتی یحیی دی که خیلی ها در فرقه فریسیا و صدوقیا و او چه که او تعمید می ده می اومان و ونو گوت ای افعی زاده یا چه کسی و شما هشدار ده تا ده غذاوی که ده پیشه فرار بکید؟ پس کاریای بکید که توبه شمان نشو بیه و با خود و نوید بوا اما ابراهیمه. سیه که و شما مهم خدا قادره دی بردیا بچون سی ابراهیم زنده بکه. حیثه تیشه و ریشه درختی ها مهره. هر درختی که میوه خوب و بارد نیاره برسه و ده تش و نموه. ما شمان سی توبه و او تعمید میم اما وقت دمام می آیه دم قوی تره و من حتی لایق نیستم ارسیاش جلو پاش جفت بکم. او شمان و روح القدس و تش تعمید میه. او کشبیل خوش دست گرته خرمگاه خوش پاک میکه و گندم خوش امار ذخیره میکه. اما کانه ده تشی که کور نموه میسوزنه.